رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق. مردی از قوم مردم رو دعوت میکنه به حق. این همه حرفای مف زده شد علیه امام، علیه انقلاب، هنوز هم زده میشه که آقا کدوم اسلام، کدوم حق، کدوم چیز. امام کاظم میفهمد دعوت او به حقه. یجتمع معه قوم کزبر الحدید. وقتی میخواد از امام تعریف کنه، چون اینها برای که امام حفظ بشه جونش و شناسایی نشه و کشته نشه، جز در چند مورد خیلی کم اسم امامو نیاوردن. اجتماع میکنن. اجتماع خیلی مهمه. امام زمان چند تا شرط گذاشت برای ظهورش؟ 2 تا دیگه. یکی چی بود؟ وفاداری. دومی چی؟ همدلی، که مانند پاره های آهن هستند. امام کاظم میفرماد کسایی جمع میشن که از نظر استحکام ایمانی و شخصیتی مثل پاره های آهن هستند. لا تزهم الریاح العواصف. با طوفان‌های تند اصلا اینها رو تکون نمیده. 40 سال توطئه‌های مردم ایران دیدن که اگر یه دونه از اینها روی کشور ابرقدرت، شما دیدون کارشناس روسیه بزرگ روس رو که میگه اگر این توطئه‌هایی که علیه ایران، این تحریمی که علیه ایران شده علیه یکی از ابرقدرت‌ها شده بود، نابود شده بودن سایر قدرت‌های دیگه. ولا یملون من الحرب. برای اولین بار در جهان پیروان یک پیغمبر به جای اینکه خسته بشن عاشق نبرد شدن. در زمان پیغمبر مؤمنین کنار پیغمبر می جنگیدن، اما نق و قر می زدن. به پیغمبر می گفتن گرمه. خداوند به غضب به اینها میگه که وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یعلمون. بگو آتش جهنم از گرمای الان بیشتره. ولی ملت ایران روسفید کردن. 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم، انقلاب اسلامی. لا یملون من الحرب. اینقدر مهمه که امام کاظم میفهمه اینا خسته نمیشن از جنگ. یه دستشون قطع میشه دوباره میرن. خب وظیفه تکلیف شرعی ندارن برن، ولی میرن. تیر میخورن دوباره میرن. چشمشون در میاد دوباره میرن. ولا یجبنون. ترس ندارن اصلا. از هیچ کس نمیترسن. حالا صفت‌های برتر ملت ایران رو دقت کنید. و علی الله یتوکلون. اینها مقام توکل به خدا رو دارن، تکیه به خدا میکنن. تمام دنیا اینا تو تحریم گذاشتن و اینها تو همین فشار و تحریم به اندازه چند صد سال در زمینه‌های اصلی تمدن سازی، در صنعت، در عمران، در صنایع نظامی، در پتروشیمی، در نفت، در مهندسی‌ها، در پزشکی‌ها، در سلول‌های بنیادی، در انرژی هسته‌ای، در تمام رشته‌ها خودشونو، کشوری که قبل از انقلاب رتبه 120 به اون طرف رو داشت، در بین جزو فقیرترین و عقب افتاده ترین کشورها بود، حتی از سوریه و حتی از افغانستان، حالا رسیده به جایی که رتبه اول تا دهم دنیا رو در اکثر شاخصه‌های تمدن سازی و پیشرفت داره. چجوری تو 40 سال خودش رو تونستن به اینجا برسونن؟ و علی الله یتوکلون. حالا امام کاظم چه مژده‌ای به شماها داده؟ والعاقبة للمتقین. میخواد بگه یاراش اینا هستن که بی‌نظیرن در طول تاریخ و از یاران اهل بیت، ائمه، پیامبر و سایر ائمه بالاتر هستن. حالا جز یه مقطع خاصی که بعضی از اصحاب پیامبر و ائمه و امام حسین بودن، دیگه ما مردمی به این شکل نداریم. اونم تو این حجم اصلا نداشتیم. نه در پیغمبر، نه در هیچ پیغمبری قبل از پیغمبر یه همچین ملتی با این حجم از عظمت، ایمان، یقین، تلاش و فداکاری و عشق پیدا نشد.